یک آینه صاف، یک آینه شفاف پیدا کن مقابل خورشید بگذار. اگر این آینه زبان داشت و حرف میزد چی میگفت؟ میگفت من خورشیدم. و اگر میگفت من خورشیدم دروغ نمیگفت، چون جز خورشید رو منعکس نمیکنه. حالا چرا منعکس میکنه؟ اینجا سر عجیبی هست. برای اینکه صافه و بیرنگه. احسنت. اگر رنگ داشت خورشید رو منعکس نمیکرد، اگه آلوده بود نمیکرد، اما چون صاف از خود رنگی ندارد همون را منعکس میکند. انسان هم همینه. انسان وقتی آینه صفت میشه که از خود دیگه چیزی نداشته باشه. این که میگن فناء فی الله و بقاء بالله یعنی همینه، یعنی پاک بشه از خودی، از رنگ منیت، از رذائل، از هر چی که مربوط به من انضمامیه. وقتی پاک شد منعکس میشه نور حق درش. اون وقت دستش دست خداست، چشمش چشم خداست، گوشش گوشت خداست. وقت درست زبان حالش به زبان حال همه آینه است که میگه من خورشیدم. و اگر آینه بگه من خورشیدم غلط نگفت. انا وجه الله هم پس خیلی مناسبه. همینه. بله همینه. مولا فرمود. صفت دل همین. هر انسانی که پاک بشه منعکس میکنه. اصلا دل آینه است. دل آینه است.